بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت دانش آموزان عزیزم. پایه 11 همونطور که در کلاس ها عرض کردیم شرایط خاصی رو داریم، یعنی یه سال تحصیلی دشوار رو. امروز هم خب ما در بعضی از مدارس تدریس رو شروع کردیم. در واقع مشکلاتی در انجام کار هست، چه با نرم افزار شاد یا آدوب کانکت و غیره. مشکلاتی در سر راه واقعا وجود داره، از لحاظ اینکه قطعی اینترنت وجود داره یا سرعتش، و بچه ها مشکلاتی رو در دریافت دارن. برای همین من تصمیم گرفتم که بخش هایی در واقع از تدریس رو به عنوان کمک تولید بکنم و در سایت قرار بدم تا بچه ها سر فرصت بتونن استفاده کنند. خب ما زیستشناسی 11 رو شروع میکنیم. فصل 1 تنظیم عصبی هستش. خب با تصویری که در شکل میبینید راجع به نوار مغزی، الکترودهایی که به بدن متصل شده و تصاویری رو که شما در واقع در این مانیتور به شکل‌های مختلفی دارین میبینید. متن رو ببینیم، بررسی بکنیم و بعد جمع‌بندی میکنیم. متخصصان برای بررسی فعالیت‌های مغز از نوار مغزی استفاده میکنند. پس باید تعریف نوار مغزی رو بدونیم. جریان الکتریکی ثبت شده یافته‌های عصبی همون نوار مغزی هست، یا منحنی یا نموداری که جریان الکتریکی ثبت شده یافته‌های عصبی رو در واقع برای ما نشون میده. خب پزشکان از اینها استفاده میکنن برای کارکرد صحیح یافته‌های مغزی یا بگیم مغز. پس بنابراین اون چه که الان در واقع به ما گفت این هستش که ما تعریفی از نوار مغزی رو یاد بگیریم، به شکلش توجه بکنیم و یه مروری هم داشته باشیم در واقع به مطالب گذشته. خب اینجا صحبت از نوار مغزی شد. ما سال گذشته هم از راجع به نوار قلب، راجع به اجزایش، راجع به کارکردش یه سری چیزایی یاد گرفتیم. پس بنابراین بهتر هستش که یه گریزی هم ما به اون مطالب بزنیم. خب ما پس اون چی که ما در واقع در اینجا باید یاد بگیریم همینطوری که عرض کردم خدمتتون، تعریف نوار مغز هست. منم در اینجا الان یک شکلی رو آوردم. بله ببینید اینجا تصاویری هستش از نوار مغزی. پس نموداری هست، یادداشت میکنید، نموداری هست یا منحنی است که فعالیت الکتریکی یافته‌های مغز رو نشون میده. برای عملکرد صحیح مغز یا برای پی بردن به بیماری ها پزشکان از اینها استفاده میکنن. خب مروری میزنیم به زیست 10 راجع به نوار قلب. خب نوار قلب هم یه تعریفی شبیه به همین داشت، منحنی بود که پس شما در واقع نوار قلب رو هم تعریف کنید. اگر بخواید تعریف ارائه بدید میگید نوار قلب چی هست؟ نوار قلب یک منحنی هستش که فعالیت الکتریکی یافته‌های ماهیچه قلب رو یا مجموع ماهیچه قلب رو نشون میده. پس تعریف این دوتا شبیه هست، هر دوتا فعالیت الکتریکی یافته‌ها رو نشون میدن. پس این بحث تشابهشون هست. منحنی هایی هستند که فعالیت الکتریکی یافته‌ها رو نشون میدن. حالا یکی اومده در مغز فعالیت الکتریکی رو نشون میده، یکی هم در قلب داره نشون میده. خب دیگه این که ما اگر منحنی نوار قلب رو از زیست 10 خاطرمون باشه، دیدیم که دارای اجزای به خصوصی هستش. دارای قسمتی هست به نام موج P و موج QRS. من خیلی نمیتونم با این موج این شکلی کار بکنم و این شکل. خب این اجزا مشخص بودن، اجزا قسمت های معینی داشتن، QRS و T.
عرض شود که حالا این قسمت ها به صورت منظم پشت سر هم دیگه تکرار می شدن. پس میتونیم بگیم که یکی دیگه از تفاوت هاشون شکل و نظمی که در نوار قلب هست در نوار مغزی به اون شکل نیست که تکرار شونده باشه. یعنی یک شکل معین یا یک شکل خاصی داره نوار قلب. یعنی اگر شما بیان این دوتا کاغذی به همین شکلی که الان اینجا ما توی تصویر آوردیم و یکی هم مربوط به نوار قلب باشه، شما میتونید نوار قلب رو از نوار مغزی کاملا متمایز بکنید. پس الگو و شکلی که نوار قلب داره، نظمی که نوار قلب داره در نوار مغز نیست و میتونید اینها رو از هم دیگه متمایز بکنید. پس ما جمع‌بندی کردیم، شما هم باید اینها رو توی جزوه‌تون یادداشت بکنید، تعریفی اهمیتش رو بگید. بعد برای نوار قلب هم میتونید یه تعریفی ارائه بدید و اهمیتش هم اینا رو خب پارسال یاد گرفتید. به هر حال ما به صورت ترکیبی با هم کار میکنیم که انشاءالله آمادگی بیشتری برای کنکور هم داشته باشید. بعد اومدم تشابه اینها رو و تفاوت اینها رو بررسی کردم. گفتار 1 رو میخوایم دنبال بکنیم، ادامه این بحث رو. یاخته های بافت عصبی. پس ما اگر بخوایم بافت عصبی رو بگیم بهتر هستش که یک مروری داشته باشیم باید از زیست دهم راجع به بافت. خب بافت رو تعریف کنید. بافت چی هست؟ یه تعریف از بافت میگیم که مجموعه از یاخته ها که به صورت معین، به صورت منظم کار خاصی رو انجام میدن. بله، این یه تعریف حالا اجمالی برای بافت است. پس مجموعه از یاخته ها که به صورت هماهنگ کار مشخصی رو، کار معینی رو انجام میدن، وظیفه خاصی به عهدهشون نهاده شده. خب انواع بافت ها رو ما اگر بخوایم از لیست دهم بگیم، خاطرتون باشه ما 4 نوع در واقع بافت داشتیم که شامل بافت پوششی بود، بافت پیوندی بود که خودش چند نوع بافت داشت، بافت ماهیچه‌ای بود و همچنین بافت که امروز میخوایم مطالعه بکنیم، بافت عصبی. پس ما 4 نوع بافت داشتیم. امروز میخوایم تکمیل تر ما اینها رو، شما یه سری در واقع اطلاعاتی رو قبلا راجع به اینها یاد گرفتید. مثلا بافت پوششی رو کجا هست، چه وظیفه‌ای داره، سلولاش چه ویژگی‌هایی دارد. بافت پیوندی رو، وظیفه‌اش رو، انواع سلول‌هاش رو، انواع خود بافت پیوندی که 6 نوع بافت پیوندی شامل خون و غضروف و استخوان و بافت پیوندی سست و بافت پیوندی رشته و اینها بود. و بافت ماهیچه‌ای که با 3 نوع ماهیچه قلب و اسکلتی و عرض شود که ماهیچه صاف بود. و بافت ماهیچه‌ای هم یه اطلاعاتی رو در واقع به شما داد. خب ما حالا اومدیم بافت عصبی رو در اینجا بررسی بکنیم. بافت عصبی پارسال هم یاد گرفتید، خودش 2 نوع یاخته داشت، یاخته های عصبی و یاخته های پشتیبان یا نوروگلیه ها. پس اینها یاخته های اصلی بافت عصبی هستند که اون وظیفه اصلی که ما بافت عصبی رو میشناسیم اینها انجام میدن، به اضافه یاخته های پشتیبان یا نوروگلیه ها که یاخته های غیر اصلی هستند. بنابراین 2 گروه سلول داره که ما اینجا میخوایم بحث بکنیم اینها رو. خب یاخته های عصبی رو در ادامه بیشتر راجع به این میخوایم صحبت بکنیم، یعنی ادامه این گفتار راجع به یاخته های عصبی یا همون نورون ها هستش. یاخته های غیر اصلی رو ما بریم اینا رو بررسی بکنیم، مرور بکنیم با هم دیگه. خب چی بود یاخته های نوروگلیه؟ پس یه تعریفی برای اینها ما اومدیم در کلاس ارائه دادیم، گفتیم که یاخته های غیر اصلی هستند. اومدیم وظیفه اونها رو گفتیم، مرور کردیم با هم دیگه. گفتیم که این نوروگلیه ها وظیفه های مختلفی دارند، بعضی هاشون وظیفه تغذیه دارند. خب یعنی کمک میکنن به تغذیه نورون ها. بعضی هاشون وظیفه حفاظت رو دارند. مثلا گروهی از اونها تحت عنوان آستروسیت ها شبیه ماکروفاژ ها عمل میکنن. گروهی از اونها به هم ایستایی کمک میکنن، در واقع
مانند یک داربستی هستند که اینجا داره صحبت میکنه از اونها. تعدادی از یافته‌های پشتیبان اولا بله کمک میکنه به حفظ همایستایی. پس اون چیزایی که من الان در بالا اشاره کردم در این پاراگراف آخر هست. تعداد یافته‌های پشتیبان چند برابر یافته‌های عصبی هستند، انواع گوناگونی دارند. این نکته مد نظرتون باشه. این یافته‌ها داربست‌هایی برای استقرار یافته‌های عصبی ایجاد می‌کنند که یافته‌های عصبی بتونن سر جای خودشون مستقر بشن، دندریت‌ها و آکسون‌های بلند. پس این یک وظیفش هست، در اینجا داره اشاره میکنه. در دفاع که ما گفتیم حفاظت، دفاع همونطور که دیدید نوعی از اونها تحت عنوان آستروسیت‌ها و ماکروفاژها عمل میکنند. در حفظ همایستایی نقش دارند. همایستایی خب تعریف داره، قبلا تعریف همایستایی رو ارائه کردیم. خب کمک میکنن که اکسیژن و غذا و از شود مقدار طبیعی اونها و غیره به اونها کمک میکنن. پس یه سری از وظایفی که پارسال گفته بود حالا اینجا دوباره راجع به این نوروگلیه ها اشاره کرد. خب حالا که به هر حال راجع به اینها صحبت کردیم میتونیم راجع به نورون ها مطلب رو پی بگیریم. خب پس میتونیم یه جنبندی هم داشته باشیم از حرفایی که گفتیم. یافته‌های پشتیبان یا نوروگلیا ما اومدیم که تعریفی براشون ارائه دادیم. گفتیم که یافته‌های غیر اصلی هستند که وظیفه ساخت غلاف میلین، اینو من الان اونجا اشاره نکردم پس اینم به عنوان یکی از وظایف اونها هست. ساخت غلاف میلین، دفاع از یافته‌های عصبی، حفظ از شود که همایستایی اونها و همچنین تغذیه، کمک به تغذیه. البته حالا همایستایی که در اینجا اشاره شده یک موضوع کلی هست که میتونه تغذیه رو هم در بر بگیره. حفظ همایستایی، حمایه اطراف اونها، رسوندن تغذیه و اکسیژن. خب این دو تا مطلب هم گفتیم. تعدادشون بیشتر هست، متعددن، گوناگون هستن. هر کدومشون هم به هر حال وظایف اختصاصی هم دارند. برخلاف نورون ها قدرت تقسیم دارند. خب پس یعنی این که اغلب نورون ها تقسیم نمیشوند. ببینید قیدش رو حتما دقت بکنید. اغلب نورون ها تقسیم نمیشوند، یا اینکه بگیم معمولا نورون ها تقسیم نمیشن. فقط برخی از نورون ها جدیدا مشخص شده که در ناحیه از مغز قدرت تقسیم دارن. بریم روی تست اینم بگیم و از اینجا رد بشیم. کدام گزینه جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟ هر یافته بافت عصبی تحریک پذیر است. خب بهتر هستش که من ویژگی نورون ها رو بگم. حالا در اینجاش که بخوایم به این تست هست، ویژگی نورون ها ببینید یه سری ویژگی هایی دارن. حالا من کتاب تحت عنوان عمل کرده اینها اومده، اینها رو بحث کرده. بریم روی متن کتاب. یافته های عصبی 3 تا عمل کرد دارند. این یافته ها تحریک پذیرن و پیام عصبی تولید میکنن. یعنی میتونه یه محرکی یا میتونه یک نورونی باعث ایجاد پیام عصبی در اونها بشه. اونها این پیام رو میتونن هدایت بکنند و میتونن اون رو انتقال بدن. پس بنابراین این ویژگی متعلق به از شود که نورون هاست. اینجا باز یک نکته‌ای من دارم که بگم. این ویژگی که تحریک یعنی تعدادی از اینها منحصر به نورون نیستن. حالا بعد که کاملتر میشه اطلاعاتون، مثلا ما گروهی از گیرنده های حسی رو داریم، گیرنده های از شود حسی غیر نورونی، مثل گیرنده های حسی در گوش. خب نورون نیستن ولی میتونن تحریک بشن، پیام ایجاد بکنند و این پیام رو باید به یک نورون دیگه هم انتقال بدن.
ولی خب بحث هدایت دیگه در اونها نیست. پس یافته‌های عصبی این سه تا عملکرد رو حتما دارن. بعضی از این عملکردها میتونه این مد نظرتون باشه به عنوان یک نکته، بعضی از یافته‌های غیر از نورون هم میتونن یه تعدادی از این وظایف رو داشته باشن. از جمله گفتم گیرنده حسی مثلا گوش، یا گیرنده حسی در گیرنده شیمیایی در زبان، اونها نورون نیستن ولی میتونن تحت اثر محرکات تحریک بشن، پیام ایجاد بکنن و این پیام رو به نورون منتقل بکنن. خب حالا پس برگردیم به جمع‌بندی کنیم. گفتیم که این تست رو هر یاخته عصبی، بله اجازه بدیم تا قسمت بیاد، هر یاخته بافت عصبی تحریک پذیر است. خب این غلط هست، چون تحریک پذیر بودن مربوط به نورون ها هست. نوروگلیاها هر یاخته، این قید مهم هستش، وقتی هر یاخته بافت عصبی شما بدونید که ما دو نوع یاخته داریم، یکی نوروگلیا هست یکی نورون هست. خب نورون ها تحریک پذیرن ولی نوروگلی ها نیستن. هر یاخته بافت عصبی پیام عصبی تولید میکند. بله برای نورون درست هست، برای نوروگلیا غلط هست. هر یاخته بافت عصبی باز انتقال پیام باز نوروگلیا ها ندارن، نورون ها دارن، پس اینم غلط میشه. هر یاخته بافت عصبی در تغییر پی اچ خون نقش دارد. تغییر پی اچ خون ببینید این یک مفهوم داره. خب هر یاخته‌ای که زنده باشه، حالا چه در بافت عصبی چه جاهای دیگه، این یادتون باشه، یاخته‌ای که زنده باشه دارای متابولیسم هست بچه‌ها. دارای متابولیسم هست، یعنی دارای سوخت و ساز هست، دارای فعالیت هست، انرژی رو میسوزونه. متابولیسم که داشته باشه یعنی CO2 تولید میکنه و این CO2 که تولید میکنه، این CO2 میتونه وارد خون بشه و در واقع پی اچ خون رو اسیدی بکنه، یا بگیم که باعث تغییر پی اچ میشه. خب تغییر پی اچ به چه سمت؟ به سمت اسیدی شدن، به سمت کاهش پی اچ. حالا اگر یه وقت گفتن تغییری که ما الان اینجا میگیم کاهش پی اچ هست، پس میتواند پی اچ رو کم بکنه، پی اچ خون رو کم بکنه. بله این گزاره درست هست. خب ادامه متن رو از کتاب دنبال بکنیم. راجع به ما پس تا اینجا چی رو صحبت کردیم؟ ما تا اینجا نورون رو میتونیم تعریفی براش ارائه بدیم. پس بحث ما الان راجع به سلول های اصلی، یاخته های اصلی راجع به نورون ها هست. راجع به نورون یه تعریفی مختصر ارائه دادیم، گفتیم یاخته های اصلی بافت عصبی هستن. بله خب قبول هست. دیگه راجع به نورون چی گفتیم؟ ما راجع به نورون اومدیم ویژگیش رو یا عملکردشون رو مطرح کردیم. ویژگی هاشون رو یا عملکردشون. این عملکرد سه‌گانه‌ای بود که الان توی متن میبینید. گفتیم که اینها تحریک پذیر هستن و میتونن پیام در اثر تحریک شدن یه پیام عصبی تولید بکنن، میتونن پیام رو هدایت کنن، میتونن پیام رو انتقال بدن. پس تا اینجا این رو گفتیم. بحث دیگه ای که الان میخوایم دنبال بکنیم این هستش که ببینیم اجزای نورون رو یا ساختار نورون رو بیایم بررسی بکنیم. خب راجع به اجزای نورون شما از قبلا اطلاعاتی دارید، همونجوری که توی شکل میبینید نورون ها از دندریت ها که اینجا نشون داده شده، اینا دندریت ها یا دارینه درست شدن، جسم یافته‌ای دارن، دارای آکسون هستن، دارای پایانه های آکسون اینجا توی شکل مشخص هست. پر اینها رو قسمت های اصلی نورون هست. خب حالا هر کدوم رو این اجزا رو دقیق تر بررسیش بکنیم. خب دارینه رو ببینیم. دارینه رو من از اینجا بخونم از رو متن، جنبندیش توی پاور انجام دادم قبلا. دارینه میگه رشته است که پیام ها را دریافت میکند، اصلا دریافت و به جسم یافته‌ای وارد میکنه. پس وقتی که داره میگه رشته ای هست ما میتونیم بگیم که بخشی از نورون هست. بنابراین وقتی بخشی از نورون هست دارای قشا هست، دارای سیتوپلاسم هست، دارای اندامک ها هستن. برخی از اندامک ها در داخل دارینه یافت میشن. میتونه پیام رو دریافت بکنه. همونجور که قبلا هم در سر کلاس هم گفتم اینجا یه سوال بنویسید که چه قسمت هایی
چه اجزایی چه بخش هایی از نورون میتونه پیام رو دریافت بکنه و به این سوال پاسخ بدیم. پس گفتیم رشته است، یعنی بخشی از یک، تو شکل هم میبینید بخشی از یک یاخته است. قشا داره، سیتوپلاسم داره، فسفولیپید داره در این قشا و غیره. آسه چی هست؟ رشته‌ای هست. اینم پس به هر حال اشتراکی داره. رشته‌ای است که پیام عصبی رو از جسم یافته‌ای تا انتهای خود که پایانه آکسون هست، پایانه آسه راجع به این با صحبت بکنیم، میبرد، هدایت میکنه و پایانه آکسون هم محل به خصوصی هستش که اونجا میتونه پیام رو هدایت و نهایتاً انتقال بده. خب توضیحات بیشتر رو بریم توی جزوه. به این شکل دندریت همونجور که گفتیم رشته‌ای هستش که رشته‌ای است، بخشی از سلول است، پیام رو دریافت میکنه و به جسم یافته‌ای وارد میکنه. پس اجزای داخل اون، پس بنابراین میگیم که دارای قشا هست. وقتی که یک رشته هست دارای قشا پلاسمایی هست، فسفولیپید، پروتئین، کلسترول و همه اون ساختارهایی که در مورد قشا خوندید. به اضافه چی هست؟ به اضافه سیتوپلاسم داره در داخل این بخش سلول که محدود شده به قشا، سیتوپلاسم وجود داره و همچنین برخی از اندامک ها در داخل اون دیده میشن، برخی اندامک ها. حالا چون اندازه در همه نورون ها میتونن دندریت های خیلی بزرگی داشته باشن یا مثل اینجا دندریت هاشون نازک باشه، برای همین یه قاعده کلی نمیتونیم بگیم. خب حالا اون جاهایی که اون نورون هایی که دندریت هاشون بزرگ هست حتی میتونن میتوکندری و ساختارهای دیگه سلول به غیر از هسته در داخل اون دیده بشه. خب بحث این بود که دریافت بکنه پیام رو. ببینید پیام رو دریافت میکنه با پیام رو انتقال میده، دو تا مفهوم کاملا متفاوت هستن بچه‌ها. دریافت پیام یعنی یکی بده این بگیره، این دریافت پیام هست. خب حالا این دریافت پیامی که اینجا منظور هست یعنی مثلا یک نورون دیگه این پیام رو بیاره، به این بیاره، این بگیره بره. خب یکی میتونه به این شکل باشه، یعنی یک نورون پیام رو بیاره این دریافت بکنه، یک حالتش. حالتی دیگهش ممکنه که این دندریت که ما داریم ازش صحبت میکنیم این تحت تاثیر یک محرک خارجی باشه، مثلا تحت اثر گرما باشه، تحت اثر مثلا ماده شیمیایی قرار بگیره. پس این پیامی که در یک دندریت مثلا الان اینجا میخواد تحریک بشه، یعنی در اینجا میخواد یک پیام ایجاد بشه. حالا این پیامه میتونه توسط یک نورون دیگه‌ای بیاد به این وصل بشه، اینجا پیام رو ایجاد بکنه، یا میتونه یه محرک خارجی بشه. این یک یا دو من اینجا نوشتم. خب پس تشکیل پیام، نگاه کنید یک نکته داریم که نیاز به توضیح داره. تشکیل پیام توسط محرک فقط در دندریت هست. یعنی چی؟ یعنی جسم سلولی و همچنین قسمت‌های از آکسون نمیتونن توسط محرک درشون پیام، فقط دندریت ها میتونن به عنوان گیرنده حسی باشن در بعضی از مواقع و پیام درشون در اونها ایجاد بشه. و من این نوشته های اضافی رو اجازه بدین پاک کنم. من بله، قطر قاعده دندریت بیشتر از انتهای اون هست. منظور مثلا اینجا رو داره میگه، قطرش از انتها، یا بگیم حالا اینجا منظورش داره این نقطه رو و این نقطه رو داره با هم دیگه مقایسه میکنه. چیز واضحی است که اینجا در قسمت دویی که من مشخص کردم قطرش از قسمت یک بیشتر هستش. خب یه بحث دیگه که الان بود دریافت پیام بود. من راجع به این صحبت کنم بعد راجع به آکسون. سوال کردم که دریافت پیام در چه قسمت هایی از یک نورون میتونه اتفاق بیفته. ببینید اجزای اصلی نورون یعنی دندریت ها هستن. بله، بهترین جایی که دریافت پیام رو به طور معمول میتونه داشته باشه دندریت هستش. خب جسم یافته‌ای هم هست. بله آقا، جسم یافته‌ای هم
محل دریافت پیام هست، اسم یافته‌ای هم هست. اما اینا رو که کتابم گفته، در متن کتاب هم به این قسمت اشاره میشه. اما آکسون هم من فراتر از حد کتاب الان، چون کتاب قدیم بود، آکسون هم میتونه دریافت پیام داشته باشه، البته نه همه بخش های اون، یعنی در واقع فقط ابتدای آکسون میتونه دریافت داشته باشه، ابتدای اون. حالا روی شکل بگم، یعنی الان اگه یک نورونی بیاد به اینجا وصل بشه، سیناپس بده، این نمیتونه محل دریافت باشه. اگر یکی بیاد به اینجاها وصل بشه، اینجا امکان دریافت نداره، فقط این نقطه، اینی که من اینجا، فقط این قسمت از آکسون میتونه دریافت داشته باشه، یعنی پیام میتونه تحریک بشه، پیام به وجود بیاره و حرکت بکنه. یه مطلب دیگه هم که پارسال هم داشتید، جهت پیام در نورون ها یک طرفه است، یعنی از سمت دندریت به سمت جسم سلولی و آکسون هستش. خب حالا اجازه بدید پس من این قسمت های اضافی رو باز پاک کنم. شما فرصت دارید که این مطالب رو به دفترتون انتقال بدید. بله، راجع به آکسون صحبت بکنیم. آکسون ها، بریم پس سراغ متن کتاب. آسه تعریفش میکنه. پس آسه رشته ای است که پیام عصبی رو از جسم یاخته عصبی تا انتهای خود که پایانه آسه نام دارد هدایت میکند. اینجا چیزی از این نمیگه که آسه هم میتونه پیام رو دریافت بکنه، یعنی اینکه دندریت دریافت کرده، جسم یافته‌ای دریافت کرده، هرچی هست پیام اونجا هست، این آکسون میتونه از اونجا به بعد پیام رو ببره. خب ما هم نمیخوایم بگیم که چیزی غیر این، به هر حال کتاب فقط این دو تا مورد رو اشاره می‌کنه، تا انتهای خود هدایت می‌کند. پیام عصبی از محل پایانه آسه یک یاخته عصبی به یاخته دیگر منتقل می‌شود. پس نگاه کنید، ما راجع به پایانه هم در واقع باید صحبت کنیم، پایانه چی هستش. خب حالا مفصل اونجا صحبت می‌کنیم، بحث آسه رو تمومش کنیم. بله، رشته ایست که پیام عصبی، پس وقتی داره میگه رشته ای هست، یعنی اینم دارای بخشی از سلول هست، دارای غشا هست، دارای سیتوپلاسم، همون چیزی که در مورد دندریت ها گفتیم. پس غشا داره، سیتوپلاسم داره، اندامک ها هم، خب نه همه اندامک ها هسته در هیچ کدومشون، نه در دندریت نه در آکسون دیده نمیشه، به اضافه برخی از اندامک ها. این برخی اندامک ها چون هسته گلژی اینها دیده نمیشن در داخل دندریت و آکسون، ولی بسیار از اندامک های دیگه دیده میشن. خب پیام عصبی رو همونجور که اونجا هم گفتیم ادامه میده، اجزای پس درون اون رو الان اینجا دیگه چی کامل کردیم. این منظور این قسمت ها، این توضیحات رو. انتهای اون منشعب هست، پس بنابراین این یادتون باشه. ساختارش رو پس گفتیم، تعدادش هم حتما مد نظرتون باشه. خب تعدادش همیشه یکی هستش، برخلاف دندریت ها. خب من اینجا نگفتم تعداد دندریت ها چقدر هست. تعداد دندریت ها در سلول ها میتونه از یکی، مثلا در نورون های حسی یک دندریت بلند دارن، یک آکسون بلند، از یکی تا چند تا. الان همین شکلی که اینجا شما دارید میبینید دارای چندین دندریت هستش، ولی ما خب نورون های هم داریم مثل نورون های حسی که اینها فقط یک دونه دندریت دارن. پس ما میتونیم بگیم در برخی از نورون ها تعداد دندریت با تعداد آکسون برابر هست. بله، از جمله نورون های حسی. خب برگردیم به آکسون. پس انتهای آکسون منشعب هست، توی شکل میبینید، منظورم اینجا هست، این انشعاباتی که صحبت کردیم ازش اینجا هست، این انشعابات هست. خب دندریت ها چی؟ آیا دندریت ها منشعبند؟ بله، اینجا نگاه کنید، الان این یه دندریت هست، بعد در این قسمت همونجور که دارید میبینید در اینجا داره انشعاب است. پس هر دوتاشون داره انشعاب هستن. فقط یادتون باشه که انشعابات آکسون رو تصور نکنید که دارای تعداد زیادی هست، نه خیر. الان این شکل رو که شما میبینید، این
این کلا این همش یک دونه آکسون هست، ولی تهش این انتهاش داره انشعابات هست و هر کدومشون هم به یک پایانه آکسون ختم میشن. حالا راجع به جسم سلولی صحبت کنیم. جسم سلولی چی هست؟ یه تعریفی براش بگیم. بخش اصلی یادداشت میکنید، بخش اصلی نورون هست که هسته و اغلب اندامک ها در اونجا مستقر هستند و سوخت و ساز اصلی در اون انجام میشه. قسمت اصلی متابولیسم در اونجا انجام میشه. پس چه اجزایی؟ خب یکی از اندامک هایی که منحصر به جسم یافته‌ای هست هسته هست که در جای دیگه نیست. هسته مرکز فرماندهی است، دارای کروموزوم هست. پس جسم سلولی رو تعریف کردیم، گفتیم قسمت عمده نورون هست که هسته و بسیاری از اندامک های دیگه‌ای که حتی جاهای دیگه یافت نمیشن در اینجا هستن، مثل هسته، مثل گلژی، دستگاه گلژی. خب اینها در داخل جسم یافته‌ای هستن به اضافه اندامک های دیگه. پس میتونیم بگیم متابولیسم اصلی، فعالیت های اصلی در جسم سلولی انجام میشه. توان هدایت دارند؟ بله. توان انتقال هم دارن؟ خیر. الان من این رو بررسی بکنم بچه‌ها. ما الان 3 تا مفهوم رو اینجا با همدیگه مطالعه کردیم. یکی بحث دریافت پیام بود. گفتم یعنی چی؟ یعنی پیام رو یکی میاره، مثلا یک نورون میاره و یکی دیگه دریافت میکنه، میگیره، دریافت. خب یکی بحث هدایت بود. هدایت پیام یعنی اینکه در طول یک نورون، حالا چه دندریت هست یا آکسون هست، در طول یکی داره حرکت میکنه. و بحث انتقال هست. خب اینها مفاهیم متفاوتی هستند که باید ببینید. برای دریافت پیام گفتیم همه اجزای یک نورون، یعنی دندریت، یعنی جسم یافته‌ای، یعنی ابتدای آکسون امکان دریافت رو دارن. همه این 3 جزء امکان هدایت هم دارن، یعنی پیام رو میتونن در طول خودشون انتقال بدن، ولی هدایت کنن. ولی انتقال پیام فقط مربوط به آکسون هست، اونم مربوط به بخش خاصی از آکسون به نام چی؟ به نام پایانه آکسون که الان میخوام راجع به اون صحبت بکنم. پایانه آکسون. خب اینجا هستش پایانه آکسون. پس بهتره که من یک تعریفی، یک مفهومی برای این ارائه بدم. تعریف پایانه آکسون چی هستش؟ خب در متن که خیلی راجع به این صحبت نمی‌کنه. ما باید از مجموع توضیحاتی که اینجا هست، مثلا در صفحه 7 کتابتون شکلی از پایانه آکسون نشون داده، در جاهای دیگه هم هست، و از مجموع اینها صحبت بکنیم. پایانه آکسون بنابراین بخشی از آکسون هست. انتهای آکسون، ته خط، ترمینال آکسون، پایانه آکسون هست. پس داریم میگیم انتهای آکسون. خب چه شکلی هست این انتهای آکسون؟ این انتهای آکسون برآمده است. بنابراین پس حتما موادی در اونجا جمع شده، ساختارهایی در اونجا وجود دارن که این شکل هست. صفحه 7 رو اگر نگاه بکنید کاملا مشخص هست، برآمده هست و اختصاص پیدا کرده، یعنی ویژگی خاصی در قشا و اونجا وجود داره. اختصاص پیدا کرده برای، ببینید، برای انتقال پیام. برای انتقال فقط مقصود اینجا هستش. پس گفتم انتهای آکسون هست، برآمده هست و اختصاص پیدا کرده برای انتقال پیام ها. خب بریم توی متن کتاب و بعد همین نوشته ها پاک بشه، این جملات صحیح غلط رو با هم بررسی بکنیم. به نظرم خیلی حجم فیلمش زیاد نشه بهتر هستش. خب متن کتاب رو اینجوری میگه که پیام عصبی از محل پایانه آسه یک یاخته عصبی به یاخته دیگر منتقل میشود. بله، خب شما توی این شکل میبینید اینها برآمده هستن. در صفحه 7 کتابتون هم اگر نگاه بکنید کاملا پایانه رو توضیح داده. خب چند تا این صحیح و غلط ها رو بررسی بکنیم. یه تست هم که اینجا بررسی کردیم به نظرم کافی هست برای درس امروز که در کلاس ها ما ارائه دادیم. خب چند تا نکته داریم با هم دیگه کار کنیم. همواره تعداد دندریت ها از آکسون ها در یک نورون بیشتر هست.
خب میدونید در نورون، برخی از نورون ها گفتیم که یک دونه دندریت دارن، یک آکسون دارن. نورون های حسی اینجوری هستند، یک دونه دندریت و یک عدد همچی آکسون. پس این جمله غلط میشه به همین دلیل. پس مثال برای این مورد میتونیم اشاره بکنیم به نورون حسی. نورون حسی یک عدد دندریت، یک عدد آکسون. پس این جمله غلط میشه. همواره دندریت از آکسون بلندتر هست. خب درست نیست. الان تو همین شکلی که دارید میبینید درست نیست. در بعضی از نورون ها مثل نورون های حسی درسته. در نورون های حسی دندریت از آکسون بلندتر هست. خب در بسیاری از جاهای اینجوریه، ولی به هر حال این جمله غلط هست، چون نورون های حرکتی و خیلی از نورون های دیگه آکسونشون بلند هست. البته من الان گفتم باز برای نورون های حسی هم حتی نمیتونیم، برای همونا هم نمیتونیم بگیم که همواره دندریتشون بلندتر از آکسونشون هست. نه، یک سری از نورون هایی که در کتاب توضیح داده اینجوری هست. شبکه اندوپلاسمی فقط در جسم سلولی نورون ها قرار دارد، ولی میتوکندری ها در سرتاسر نورون یافت میشوند. خب این یه مقداری فراتر از حد کتاب هست بچه‌ها، فراتر از حد کتاب هست، چون اینجا داره میگه سراسر نورون. خب حالا شاید ما بخش هایی از دندریت ها که نازک هستن، قسمت هایی از اینها شاید بگیم که همه اجزا یافت نمیشن. برای همین به نظر من حالا این گزاره رو اگر حذف بکنیم بهتره، ولی در حدی که ما الان بهتون توضیح دادیم خب یک سری از ساختارها، حتی شبکه اندوپلاسمی در داخل از شود که دندریت و آکسون بخش هایی از نوعی از اون میتونه حضور داشته باشه. میتوکندری ها هم در داخل دندریت و آکسون ها هستند، ولی این انواع نورون ها رو نمیتونیم با این تطبیقش رو بدیم. پس بنابراین این یک گزاره‌ای هستش که به غلط بودنش بهتر هست تا صحیح بودنش. پس بنابراین صحیح نیست این هم. ضمن این که خب حالا در حد کتاب درسی به نظر من بهتر هستش که خیلی روش مانور ندیم. پیام عصبی از محل پایانه آکسون یک یاخته عصبی به یاخته دیگر هدایت می شود. خب اینم غلط هست. اینجا خواسته که شما به کلمات دقت بکنید. هدایت نه، انتقال پیدا بکنید. مفهوم هدایت با انتقال تفاوت داره. خیلی خب، حالا سعی کردیم که یه سری از مطالب رو، یه سری از نکته های کنکوری رو در این فیلم، این چیزایی که امروز سر کلاس بحث کردیم براتون بازگو بکنیم. انشالله که مورد استفادهتون واقع شده باشه. موفق باشید.